جمعه رو با خانواده تصمیم گرفتیم بزنیم به دل طبیعت. منم جوجه ها رو با سس و سیر حسابی مزه‌دار کردم. وسایل شیرچا رو با خودم بردم که اونجا درست کنم، ولی یه چایی هم محض احتیاط درست کردم. وسایل سالاد رو برداشتم و زدیم به دل جاده. اول رفتیم گلخونه، از سبزی و محصولاتی که خودمون کاشته بودیم چیدیم ببریم با خودمون. بعدم زیر نخلا زیرانداز انداختیم و آتیش رو روشن کردیم. هر کسی مشغول یک کاری شد. بوی جوجه قشنگ پیچیده بود. بچه‌ها می‌بر داشتن بازی می‌کردن و حسابی کیف می‌کردن. منم کم کم سفره رو پهن کردم. خواهر خانومم عجب برنج زعفرونی پخته بود. یه سفره ساده و خودمونی چیدیم. صدای گوسفندا هم می اومد. از حال و هوای روستا نگم. تو این هوای سرد یه شیرچای آتیشی هم درست کردیم. جاتون خالی، تو این هوای سرد خیلی چسبید. قبول دارین با همین چیزای ساده میشه کلی خوش گذروند و خوشحال بود.